دوستان عزیز، میدونید یکی از سری موفقیت در چی است؟ در شروع کردن در آن همون حالتی که همین حال ما و شما قرار داریم. در شروع کردن در آن همون حادثه و رویدادهایی که عین حال ما خودمون با شخصیت داخلی خودمون داریم. شاید در شما نوباوری است، شاید شما نمیخواهید که این گونه زندگی کنید، شما خیلی زندگی رو نیت نداشتید، آرزو نداشتید. اما یک چیز رو میخوام گفت زنم که خداوند برای هر یک ما و شما یک استعداد بزرگ داده است که ما میتوانیم که این استعداد رو بالایش کار کنیم و انکشاف دهیم و ریسک داده خداوند رو افزون کنیم. برای همین همش در دست خود ما و شما است. مهم خواستن و حرکت کردن. شخصیتی نباشید که ثروتمندترین آدم قبرستان شوید. شخصیتی باشید که انا همان استعداد خود رو تکمیل داده در زندگی شخصیت ارزشمند شوید و خدمت خودتون رو به خلق خدا رسانید. سلامت باشید، روزی خوش داشته باشید.